به تصادف اعتقادی ندارم. من به وعده الهی اعتقاد دارم. من در یک خانواده مسلمان به دنیا آمدم و خدا نقشه ها داشت، نقشه های عالی. در روزی که من میخواستم خودم رو بکشم، عیسی مسیح خودش رو بر من آشکار کرد و به من زندگی تازه‌ای بخشید. و اگر با من دعا کنی و باور داشته باشی، خداوند امروز زندگی تازه‌ای به تو خواهد داد. عیسی مسیح واقعیه. او زندگی ها رو عوض میکنه، سرنوشت رو تغییر میده، اون آدم ها رو عوض میکنه و اون آدم ها میتونن دنیا رو تغییر بدن. اول قرنتیان 13. اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم و محبت نداشته باشم، مثل نحاس صدا دهنده و سنج فغان کننده شدم. و اگر نبوت داشته باشم و جمیع اسرار و همه علم را بدانم و ایمان کامل داشته باشم، به حدی که کوه‌ها را نقل کنم و محبت نداشته باشم، هیچ هستم. و اگر جمیع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته باشم، هیچ هستم. محبت حلیم و مهربان است. محبت حسد نمی برد، محبت کبر و غرور ندارد. اطوار ناپسند ندارد و نفع خود را طالب نمی شود. به راحتی خشمگین نمی شود و سوء ظن ندارد. از ناراستی خوشوقت نمی گردد ولی با راستی شادی می کند. در همه چیز صبر می کند و همه را باور می نماید. در همه حال امیدوار می باشد و هر چیز را متحمل می باشد. محبت هرگز ساقط نمی شود و اما اگر نبوت ها باشد نیست خواهد شد. و اگر زبان ها انتها خواهد پذیرفت و اگر علم زائل خواهد گردید، زیرا جزئی علم داریم و جزئی نبوت می نماییم و جزئی نبوت می نماییم، لیکن هنگامی که کامل آید جزئی نیست خواهد گردید. زمانی که طفل بودم چون طفل حرف می زدم و چون طفل فکر می کردم و مانند تعقل می نمودم. اما چون مرد شدم و یا زن، کارهای طفلانه را ترک کردم. زیرا که الحال در آینه به طور معما می بینم، آن وقت روبرو الان جزئی معرفتی دارم. لیکن آن وقت خواهم شناخت چون که نیز شناخته شدم و الحال این سه چیز باقی است، یعنی ایمان و امید و محبت. اما بزرگتر از اینها محبت است. محبت سوابق خوب و بد رو نگه نمی داره. مهربان است. حلیم است. محبت خشمگین نمی شود. محبت گستاخ نیست. ما درباره آزادی از خشم صحبت کردیم. عیسی سردار آزادی است و ما رو آزاد میکنه از خیلی چیزها، ولی اون ما رو برای محبت کردن هم آزاد میکنه. پس ما میتونیم عشق بورزیم. اگر تو آزاد هستی میتونی آزادانه محبت کنی. من خیلی ها رو میشناسم از اقوام خودم که براشون عشق ورزیدن و نشون دادن محبت خیلی سخته. اونها خیلی زود عصبانی میشن. همطور که بهتون گفتم قبلا، من توی یک محیط خصمانه بزرگ شدم. خشم قسمتی از فرهنگ من بود و هنوزم قسمتی از فرهنگمه، ولی دیگه قسمتی از من نیست. چه شما خشمتون رو کنترل کنید و چه خشم شما رو کنترل کنه. میخوام به این توجه کنید. وقتی ما در مورد محبتی صحبت میکنیم که خشم نداره، ما معمولا از آدم‌های عصبانی میشیم که دوست داشتنشون برامون سخته. بخشیدنشون سخته. همطور که قبلا هم گفتم، مشکل خشم نیست، بلکه مشکل اون چیزهایی که در پشت اون نهفته است که مسبب ایجاد خشم میشن. همطور که گفتم من در گذشته همیشه عصبانی بودم و یکی از دلایلش این بود که محبت نمیدیدم. ولی وقتی محبت هست، زمانی که من عشق رو احساس کردم، وقتی یکی از اعضای خانواده عیسی مسیح شدم، محبت خیلی زیادی دریافت کردم و اون محبت شروع کرد به از بین بردن خشم.
خداوند کار معجزه‌آسایی توی قلبم انجام داد. از زمینه اسلام عصبانی از آدم‌هایی که باور به ایمان من نداشتند، خشمگین از والدینم، از اقوامم به خاطر اشتباهاتی که انجام داده بودن و نتونسته بودن یک محیط سالم رو در زمان کودکی برای من فراهم کنن و من ازشون عصبانی بودم. من از دست خودم عصبانی بودم چون که اشتباهات خیلی زیادی کرده بودم و نتونسته بودم زندگیم رو تغییر بدم و من نتونسته بودم تو زندگیم بهتر از والدینم باشم که یه زمانی خودم ازشون ایراد میگرفتم و از خودم عصبانی بودم و خداوند باید منو تبدیل میکرد و شفا میداد و کمکم میکرد با قدرت ماورالطبیعه خودش در تمام این زمینه ها تا منو از مشکل خشم آزاد کنه. من خیلی عصبانی بودم از زندگی، از خدا. من میخواستم خودکشی کنم. نقشه خودکشیمو کشیده بودم. من از آدمای خوشحال عصبانی بودم چون که من هیچ وقت خوشحال نبودم. من هیچ وقت طعم شادی و آرامش رو نچشیده بودم. ولی بعد عیسی مسیح به قلبم اومد و شروع کرد به کار کردن در درون من، در عمق قلب من و شروع کرد به عوض کردن من. اون شروع کرد به ریختن محبتش بر من و اون محبت شروع کرد به علاج مشکل خشم من. محبت هیچ وقت ساقط نمیشه و امروز در جامعه امروز، حتی در کلیسا و در بین ایمانداران، حتی همه چی شاید در این دنیا، وقتی من درباره این صحبت میکنم، تمام ریشه های مشکلات دنیا برمیگرده به کمبود محبت. اگر مردم خدا رو با تمام قلب و روح و جانشون دوست داشته باشن و همسایه خودش رو مثل خودشون دوست داشته باشن، فقط از 2 تا از بزرگترین دستورهای بزرگ اطاعت کنند، احتمالاً این دنیا جای بهتری میشه و به اون اندازه آدم پر از خشم نداشتیم که الان داریم. آدم‌های آسیب دیده به دیگران آسیب میزنن. آدم‌های آسیب دیده به دیگران آسیب میزنن. اگر کسی رو دیدی که عصبانیه و به دیگران آسیب میزنه و تلخ زبونه و مدام انگشت تو زخمشون میکنه، اون شخص یا چنین آدمایی آزاردهنده و پر از خشم درون، به مرور زمان یاد گرفتم که از اونها به دل نگیرم. مردم خیلی سریع بهشون برمیخوره، به دل میگیرن و عصبانی میشن. تند و سریع دلخور شدن یکی از نشانه های خشمه. یادم میاد یه روز داشتم یه روزنامه رو نگاه میکردم، یه روزنامه غیر مذهبی که من وقتی مسلمان بودم خیلی میخوندم و من در مورد میسیونرها شنیده بودم در ترکیه. من میدونم خشم چیه. میخوای بدونی خشم چیه؟ من بهت توضیح میدم اون خشم وحشیانه چیه. و در یکی از تیترهای مقاله روزنامه نوشته بود که میسیونرهایی هستن در کشورمون که بچه‌ها رو شستشوی مغزی میدن و اونها رو مسیحی میکنن. من اونقدر عصبانی و ناراحت شدم که اگه اسلحه داشتم میرفتم و میکشتمشون. خیلی از شما شاید نتونید درک کنی که چطور یه نفر میتونه به یک نفر دیگه آسیب بزنه، کسی که باور به چنین چیزی نداره. من میدونم چه حسی داره. من درک میکنم که این کار رو درست نمیکنه. نمیگم کار درستیه، ولی من میفهمم چطور اینطوری بودم. این معجزه خداست که من اینجا ایستادم و دارم بهتون میگم که چنین خشمی از شیطانه. از شیطانه. اون میاد که بکشه، بدزده و نابود کنه. اینو در یوحنا 10:10 میگه. اون میخواد که بکشه و نابود کنه. اون خشمی که کشنده و نابود کننده است.
از شیطانه، از خدا نیست. اگر امروز داری این برنامه رو تماشا میکنی و این پیغام رو میشنوی و تو از فرهنگ خاورمیانه هستی و میدونی من درباره چی دارم صحبت میکنم، خدا امروز داره با قلب تو صحبت میکنه. داره با قلبت صحبت میکنه و بهت میگه من میخوام تو رو تبدیل کنم، میخوام آزادت کنم از اون خشم. میخوام محبت خودم رو به تو بدم، زیرا که من محبت هستم. خدا محبته و نفرت، خشم، خصومت از شیطانه. امروز اون میخواد در شما اون محبت زیبا رو که براتون خوندم در شما ایجاد کنه. محبتی که مهربانه، آرامه، صبوره در قلبتون. این درمان مشکل خشم شماست. این علاجه. هرچه بیشتر محبت کنیم، بیشتر محبت کنیم، بیشتر محبت کنیم، کمتر از خشم رنج میبریم. همطور که گفتم هر کسی درباره یک چیز یا چیزهایی عصبانی میشه. مثلا من عادت داشتم عصبانی بشم از مسیحی‌ها، چون باور داشتم که اونها در اشتباهن. عیسی خداست و این توهین به مقدسات بود. این اواخر یک آقایی برام نوشت و گفت به چه جرأتی، اون از کشور افغانستان بود، و گفت به چه جرأتی تو یک پیامبر رو خدا خطاب میکنی؟ اگر نزدیکت بودم یک سیلی به صورتت میزدم و تا جا داشت میزدمت. ای کاش که نزدیکت بودم که نشونت بدم خدا کیه. و اون میخواست خدای خودش رو بهم نشون بده با خشونت. ما میدونیم که نفرت و خشم از کجا میاد. و بعضیا به خاطر چیزهای خیلی زیاد دیگه از خشم در عذاب هستند و هر کسی از چیزهای مختلف عصبانی میشه. یه دوست دارم که پدرش ترکش کرده وقتی که اون یه بچه بود و تنها چیزی که یادش میاد اینه که جواب پدرش نسبت به هر احساسی که اون داشت این بود: هرچی. پس یه روز یه گروهی بودیم و رفتیم که غذا سفارش بدیم برای خوردن و اون ازم پرسید چی میخوریم و من گفتم فرقی نمیکنه هرچی. و اون خیلی عصبانی شد. یهو خیلی عصبانی شد و من قبلا اون انقدر عصبانی ندیده بودم. ازش پرسیدم من چیز اشتباهی گفتم؟ میدونی شاید من یه چیزی رو بد تلفظ کردم چون من لهجه دارم. میدونی من انگلیسیم خوب نیست، شاید تو متوجه نشدی. اون گفت نه من فهمیدم، تو گفتی هرچی. گفتم خب من به اون معنی نگفتم، من فقط گفتم فرقی نمیکنه هرچی که میخوای. گفت بگو یه چیزی، نه هرچی. پدرم عادت داشت بگه هرچی و چون منم براش هرچی بودم ولم کرد و رفت. شاید امروز شما هم ترک شدین و به خاطر اون ترک شدن عصبانی هستین. پدرت ترکت کرده به اندازه کافی، تو رو محبت نمیکنه، به اندازه کافی به توجه نمیکنه و یک خشمی در قلبت وجود داره. خشم از طرد شدگی میاد. خیلیاتون برای من مینویسین از پاکستان، اندونزی، هندوستان، بدون پدر. بچهای آسیب دیده خیلی زیاد اونجا هستن که پر از خشم هستن. ما یه نسل جوون پر از خشم داریم. چرا؟ چون اونها احساس ترک شدگی دارن. محبت رو احساس نمی کنن. احساس خاص بودن نمی کنن. احساس ارزش نمی کنن. ولی من یه مژده‌ای دارم براتون. هیچ کس نمیتونه هیچ وقت رقابت کنه با پدری کامل که در بهشت داریم. اون عاشق شماست. اگر امروز پدر یا مادر خودت رو از دست دادی و احساس یتیم بودن میکنی، امروز من اینجام که اینو بهت بگم و من میدونم که اینو دارم به یکی از شماها میگم یا به خیلی‌ها. خدا میخواد اینو بدونی که تو یتیم نیستی. حتی اگر واقعا پدر و مادری نداری، خدا میخواد که بدونی امروز اون داره با قلبت صحبت میکنه. تو یک یتیم نیستی. اون میگه بیا نزد من میخوام کامل ترین پدر برای تو باشم و هیچ کس نمیتونه هیچ وقت مثل اون باشه.
هیچ پدری نمیتونه به اون شکل تو رو دوست داشته باشه که خدای پدر تو رو دوست داره. اون تو رو دوست داره با محبت بی قید و شرط. فرقی نمیکنه که چه مذهبی داری، با هر سنت و مراسمی که خدا رو میپرستی، از هر نژاد یا قومی که هستی، اهمیتی نداره. جنسیتت، ملیتت، اهمیتی نداره. گذشتت، اشتباهی که در گذشته کردی اهمیتی نداره. تنها کاری که باید بکنید اینه که بگی من میخوام فرزند تو باشم. من امروز تو رو به عنوان پدر خودم میپذیرم و میخوام که فرزندت باشم. مردم مسیحی آدمای کاملی نیستن. ما هم یک عالمه نواقصی داریم. برای همینه که به خدا نیاز داریم. ما بخشیده شدیم. نه به خاطر اینکه کامل هستیم، بلکه به خاطر فیض و محبت اوست. و شاید امروز تو داری دنبال چنین محبتی در جاهای اشتباه میگردی و از یک رابطه اشتباه وارد یک رابطه اشتباه دیگه ای میشی. این قبلا منو خیلی عصبانی میکرد. تا با یکی آشنا میشدم منو اذیت میکرد، ازم سوء استفاده میکرد و بعد ترکم میکرد و من میموندم و خشم. از دست خودم عصبانی میشدم که یک اشتباه رو مدام و مدام تکرار میکردم. امروز خدا میخواد که شما رو ببخشه و میخواد به شما زندگی تازه بده. میخواد که شما خودتون رو ببخشید و از اون خشم در بیایید. و کسایی هستن که عصبانی میشن سر یه چیزهای خیلی خیلی جدی. وقتی من و همسرم شبانی کلیسا رو داشتیم، یک خانم یهودی به جلسات کتاب مقدس ما می اومد. اول اون خیلی عصبانی شد. وقتی که ما درباره عیسی صحبت کردیم، من نمیدونم اون چه انتظاری داشت. اون اومده بود به کلیسا و ما داشتیم نام عیسی رو جلال میدادیم و اون خیلی عصبانی شد و همه سورتایی رو که میخوندیم اسم عیسی توش بود و اون اومد نزدیکم و تو گوشم آروم گفت من شما رو خیلی دوست دارم چون اینجا شما به من خیلی محبت نشون دادین. من محبتی مثل شما ندیده بودم و گفتم خب این عشق عیسی مسیحه. اون انقدر عصبانی شده گفت من نمیخوام این اسمو بشنوم. وقتی اسم عیسی رو میشنوم بدنم مور مور میشه. خب منم تقریبا عصبانی شدم. گفتم خب هیچ اسم دیگه ای نیست که بتونیم خدا را توسط اون بپرستیم. اسم اون چیزیه که ما میپرستیم. در نام عیسی قدرت هست. و اون عصبانی شد ولی هی می اومد. مرتب می اومد و بعد یه روز سفره دلش رو باز کرد و گفت من از دست مادرم خیلی عصبانی هستم که البته جلسه بعد ما درباره نبخشیدن و اگر تو کسی هست در قلبت که هنوز نبخشیدی باعث میشه که مدام عصبانی بشی. و اون گفت من از مادرم متنفرم و نمیتونم تحملش کنم. ازش خیلی عصبانی هستم. و یک چیز خیلی منو عصبانی میکنه و اون اینه که اگه کسی منو دختر خوب صدا کنه. میدونی چرا؟ چون وقتی من 9 یا 10 سالم بود مادرم منو به یک خونه بزرگ میبرد برای فاحشه گری. اون باید توی حال منتظر میموند و یک مرد تقریبا 60 ساله میومد و منو به اتاقش میبرد و به هم تجاوز میکرد و آزارم میداد. و هر دفعه که میخواستم فریاد بزنم اون به هم میگفت دختر خوبی باش. وقتی که مادرم منو به اون خونه میبرد تا اون مرد بیاد و منو با خودش ببره، هر هفته مادرم به هم میگفت برو و دختر خوبی باش. اون زن پر از خشم بود.
و من فکر میکنم که اون حق داشت که عصبانی باشه. ولی اون باید آزاد میشد و شفا میافت. ماها و ماها و ماها طول کشید و اون به جلسات کتاب مقدس و پرستش ما می اومد. و من و همسرم ساعتها وقت میذاشتیم و براش دعا میکردیم. بهش محبت میکردیم. او رو در آغوش میکشیدیم. برای اون اعتماد کردن سخت بود. وقتی مورد خشونت قرار میگیری و ازت محافظت نمیشه، به خصوص توسط کسایی که قرار است تو بیشترین محافظت رو بکنن، وقتی مورد آزار و سوء استفاده افرادی قرار میگیری که وظیفه‌شون نگهداری از توه، آنها نسبت خونی با تو دارن، آنها والدین تو هستن و تو توسط اونها آزار میبینی، خیلی سخته که به مردم اعتماد کنی و به راحتی میتونی عصبانی بشی و با اون خشم زندگی کنی. تو آرامش خودت رو توی اون خشم میبینی. یک خشم دروغین در اون خشمه. من تا آخر عمر نمیبخشم و با خشم زندگی میکنم. اون زن گفت. اون گفت حتی خدا هم بیاد زمین من مادرم رو نمیبخشم. من میتونم اون مردی رو که اون بلاها رو سرم آورد ببخشم ولی مادرم رو نمیبخشم. خدا میدونه. اواخر یک زنی از ایران برام نوشت، اسمش مریمه، و برام نوشت و گفت که اونو توی سن خیلی کم شوهر دادن. اون 8 سالش بود وقتی خانواده‌اش نمیتونستن خرج بچه ها رو بدن. اونها 4 تا دختر داشتن و اون رو به مردی شوهر دادن که 70 سالش بود. اون 69-70 سالش بود. و اون مرد از 8 تا 18 سالگی این زن رو شکنجه کرده بود. اون کارهای وحشتناکی باش کرده بود. اون هیچ وقت عشق رو تو زندگیش تجربه نکرده بود. اگر تو هیچ وقت، یک تصور ساده است، حتما همتون شنیدین که اگر کسی هیچ وقت آب نبات نخورده پس نمیتونه بگه چه مزه‌ای داره. روح این زن کاملا زخمی بود. دلش خون بود وقتی برام می نوشت. اون از پدرش متنفر بود، از مادرش متنفر بود برای شوهر دادنش به اون مرد پیر توی سن 8 سالگی و چیزهایی که بهش گذشته بود. اون زنای دیگه هم داشت که از این زن پیرتر بودن و بهش حسادت میکردن چون اون جوانتر بود و اونها هم اذیتش میکردن و میزدنش و اون تمام کارهای خونه و تمیزکاری رو همه چیز انجام میداد. اونم تو سن 8 سالگی. اون نشون داد، برام عکس 10 سالگیشو فرستاد. اون مثل یه زن 50 ساله بود. آزار باعث خشم غیر قابل تصوری میشه. و ماها گذشت و ما با هم در تماس بودیم و براش دعا میکردیم و اون عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهندش پذیرفت. و خداوند در قلب اون یک معجزه کرد. بهتون بگم مثل یک جادو نبود. بعضی وقتا فکر میکنید که خدا یه شعبده بازه و اون پودر جادویی رو روی شما میرزه و همه چیز درست میشه. ولی برای این زن وقت برد. برای اون زن یهودی هم وقت برد. هر دوشون زندگیشون رو به عیسی مسیح دادن و خدا شروع کرد به کار کردن روی قلبشون. چون بعضی وقتا ما به گذشته میریم و درگیر میشیم و این دو زن هم این کار رو میکردن و خدا میگفت به آینده نگاه کن، به من نگاه کن.
من امروز تو رو شفا میدم. من تو رو تبدیل میکنم. من اون خشم رو از تو بر میدارم. تو در من یک خلقت تازه‌ای خواهی بود. من دوستت دارم. محبت من مهربونه. محبت من آرامه. محبت من صبوره. محبت من اطوار ناپسند نداره. اون به راحتی خشمگین نمیشه. و اونها شروع کردن به یاد گرفتن و آرام آرام به خدا نزدیک شدن، هر دوی این زنها. میتونم در مورد آخرین ایمیل مریم بهتون بگم. اون گفت خواهر ایشیک، برنامه‌های تلویزیونیت اونها به زبان‌های ترکی و فارسی هستن که در ایران برای آذری زبان‌ها پخش میشه. هر هفته توسط برنامه تلویزیونیت و اونها چند بار در هفته پخش میشن. هر هفته من عشق دریافت میکنم از طریق تلویزیون و من در مورد خدا یاد میگیرم و هر هفته مثل این میمونه که من داروی عشق میگیرم. عیسی مسیح، من این داروی عشق رو میگیرم و هر هفته یکی زخمام شفا پیدا میکنه. بعضی وقتا با یک لمس 5 یا 10 تا از زخمهای من شفا پیدا میکنه و خدا منو کامل میکنه و آزاد. اون گفت من میخوام همه چیز رو رها کنم و بیام تو رو خدمت کنم. اون برای اولین بار توی زندگی شروع کرد، الان اون 40 سالشه، شروع کرده به یادگیری نواختن گیتار. برای اولین بار اون برای خودش فرصت گذاشت و اهمیت قائل شد و فکر کرد که خدا میتونه ازش استفاده کنه. اون گفت من میخوام بیام برای برنامه گیتار بزنم و این برام خیلی با ارزش بود. و من به خودم گفتم اگر من باز هم همه اون ایمیل های پر از خشم و تهدید و توهین آمیز رو بگیرم فقط برای یک روح با ارزش مثل مریم و اون خانم یهودی که زندگیش رو تسلیم عیسی کرد، ارزشش رو داره. امروز خدا میخواد که قلبتون رو عوض کنه. اون میخواد که قلبتون رو شفا بده. میخواد از خشم درتون بیاره و از اسارت عداوت، نفرت، خشم، فقط با یک دعا. هاللویا.